مسئله قربانی، مسئله قربانی ها برادر عزیز، گوسفند فراموش نکنین که 1 ساله باشه، اگر از 1 ساله خوردن باشه و جوسش به 1 ساله مانند باشه میشود، ولی از 1 ساله پستر باشه و جوسش همون گویم قد و قامتش به 1 سال مانند نباشد او قربانی نمیشود. برادرایی که همونجا سوداگر هم باشن همون را باز معین هم کنن که وقتی اونها ضبط میکنن قربانی از گردن اینا ساقط میشود، ولی که در همون پول برادری که دروغگو است یا دروغ میگوید به خاطر که او را خرند او ضامن میشود. گوسفند از 1 سال کم نباشد، پست هم باشد، اگر بزرگیش به 1 سال مانند باشد میشود. گوسفند باشد که از 3 حصه چشمش نابینا نباشد، یا گوشش بریده نباشد، یا پا شکسته نباشد، با دهانش خورده تواند، اخته کردگی باشد باکی ندارد، شاخ شکسته باشد باکی ندارد، رنگش کدام رنگ باشد فرق ندارد، خب نر باشد ماده باشد فرق ندارد، بوزم باشد می شود، شتر هم می شود، گاو هم می شود. ولی در مسئله گاو از 2 سال کم نباشد. اگر از 2 سال کم هم باشد ولی مثل 2 ساله بوزبله هم که باشد نمی شود. فقط این در گوسفند است. در این گاوهایی که ما و شما، گوساله هایی که ما و شما میخریم 2 ساله باشد، فقط از 2 سال کم نباشد. کم باشه و گفته ایستادم 2 ساله واری اگر از او در بوزبله هم باشد نمیشود. و در یک گاو و شتر تا 7 نفر آدم شریک شود میشود. تا 7 نفر آدم جمع میشوین، یک گاو مثال 2000 سامانی، 7 نفر در همو پول میپرتاین، یک جای همو گاو میخرین، ذبح میکنین، قربانی از همه ثابت میشود. کوشش کنین که اگر کم در دسترس باشین، شرایطتان باشد، برادرای عزیز قربانی کنین. قربانی را حتمی انجام تین. مسئله ذبح برای مردم قشلاق صبح دمید، باز ساعت 5:30 حساب کنین که صبح میدمه. همین صبح که دمید برای شما ذبح کردن درست تا نماز عید خواندن تان. برای مردم شهر بعد عید، اگر تا عید کدامی از شهر ذبح میکنه قربانیش قربانی نیست. کسی امروز ذبح کرد یا دیروز ذبح کرد، امروز چند برادرها مرا تلفنی برآمدن که ما الک ذبح کردیم، همین روز تقسیمش کردیم، اون نمیشود، او از حساب قربانی حساب نمیخوره. قربانی ها را دیروز حتی بعضی ذبح کردن، امروز شکو باز گویم به خاطر که در دنیا ها، در بسیاری دنیا حاضر عید است، مردم امروز هم مثال به امونا پیرو شدن، این یک جانب دیروز الک روز پنجشنبه بعضی ذبح کردن. فردا پیش از عید برای مردم قشلاق، بعد از عید برای مردم شهر. از اینجا که رفتین حتمی قربانی قاعدش همین است که خودتان با دست خودتان ذبح کنین. سنت همینه. پیامبر همچنان کردن، خودشان با دست خودشان ذبح کردن. ولی شما ببینین پیامبر از مال دنیا چیزی نداشت. ولی من اینجا در یک حدیث ایرانوی ساندم برادرای عزیز از صحیح بخاری، ان عایشه مادر من گفته است که قالت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونه عند یهودی فی 30 صاع من شعیر. ببین حضرت عایشه میگه وقتی پیامبر از دنیا گذشتن، همان گویم درع به معنای مثل که در جنگ ها می پوشن آهنی از پرانی ژیلت واری، همون لباس جنگیش در پیش یک یهودی در قرض
30 سا از گندم گذاشتگی به دست. ببینید در همین خیل حالت حضرت قربانی کردن. امروز بچه‌های ما خدا خیرشان دهد 100,000 200,000 300,000 میلیون صحابی شدن، آلی همون یک گوسفند ایستادگی هم نمیبراین، همون یک گوسفند قدی رفته استن. برای همین خدا که شما را داد است برادر عزیز و گرامی، آخی با خدا میتد با کشتن 2 گوسفند یا گاو یا 3 گوسفند با مردم تقسیم کردن تو برد میکنی، بای نمیتی. آخه خدا در حدیث های قدسی می آید که یا ابن آدم انفق ینفق علیک، تو بته، خدا میگه من میتومد بین یضاعفه لکم و یغفر لکم والله شکور علیم. خدا میگه تو بته، میگه من باز زایدت میتم، بازم که باز در عوض مالت برای تو مال میتیم، با گناهات هم میبخشم. بین گناه هم میبخشد، مال تا برقرار میکند. تو یک حساب که برادری عزیز، پیامبر یک لباس تنه او در عوض قرض در نزد یک یهودی در عوض 30 کیلو گندم میخیزد قربانی میکنند. امروز خدا را شکر خانه داری، زن داری، قرضدار نیستی، ماشینکای خوب داری، آخی جای کار داری، بکن آخر یکان زلال زیانه داره. گوسفندی خوب شو بخر، در بازار گوسفندهای برابری مردم نکن. حتی پیامبر گفته است کسی بای است ولی اثر بایی را در او دیده نشود، او کفرانی نعمت کرده است. بعضی آدمی باییش هم میپشانه، جاگه میکنه که نفهمن که من بایم. اگر در تای 40 من خاک درایی بایم میشناسن. 1000 خود اگر پرده پوش که هیله که بایم میشناسن. برای این نپوشان، تو از کسی ندزدیدی این مالا، تو ای کسی این مالا بسال نطلبیده، مهنت کرده خدا داده است، باز همون خدای مهربان که داده بود بوده در راه خدا خودش با وعده دارد، هم زایدش میکنم هم گناه تا میبخشم. بسیاری از برادرای بودن که امروز ذبح گوسفند کردن، ما با تلفنی صحبت داشتیم، خدا خیرشان دهد، 5 کیلویی 4 کیلویی 3 کیلویی روغن و قند و همسایه هاشون تقسیم کردن. انا پگه بعد قربانی خودشان میکنن. من برای شما گفته بودم، من در اسلام آباد وقتی تحصیل میکردم، بای های اسلام قسم برزگاو ها 7 تا 10 تا برزگاو میکشت یک نفرش. ما دیگر گوشت نمیگرفتیم، نمی طالب علم همین قدر گرسنه محتاجه، گویم همین تشنه و گرسنه گوشت میدیدی دلت سوس میشید. همین روز قربانی ها به خدا قسم در کوچه ها گوشت ها پرتافتگی بود، کسی نمیگرفت. اونقدر زیاد بود که مردم همه گوشتدار میشد. برای این برادرای عزیز و گرامی، شما هم اکو همت کنین. گفتی او شاعر نشود که دولت را فیل بردارد میانش بشکند، همت را پشه هندوستان برد. او تا نشوید. شما کوشش کنید که همت شما را فیل برداشته نتواند. شما با همت شوین، خدا داده ایتان. یگان ترس نکنین، این شیطانه که شما را میترسانه، شیطانه که شما را وسواس میکنه، نته. برای این به دستکای خودتان ذبح کنین. اگر خودتان ذبح کردن نتوانید، در راست همون گوسفند قربانیتان ایستاده و ذبح همون را تماشا کردن هم سنت است. پیشکای قربانیتان را بیستین. قربانی 3 تقسیم می شود، یک حصهش برای مردم، یک حصهش برای پخت و پس که مردم آمده خوره. مسئله قربانی